دیگه همراهی تو کاری ندارم یوسف. خودت خواستی که ما از هم دیگه جدا شویم. میمانا در آسان بچه کاکا. اگه ساعتت خوب نیست ما به جلسه میرم. ضرور نیست. چی بفهمم؟ فکر کردم شاید به خاطر دیشب زیاد خفه شده باشی. در مورد اینا بعداً گپ میزنیم محمد. الان میخوایم فقط در مورد جلسه فکر کنم. درباره عروسیشون چی میگی؟ چی بگویم؟ یک کار احمقانه است. حتما دو نفر کدام نقشه دارن. راستش ماما می قسم فکر میکردم بچه کاکا، اما وقت دیشب راستش و نظر ماما قسم معلوم میشدن. کاملا مثل زن و شوهر بودن. بعد از رفتن شما در سرخانه هموار شد، نوشابه نوشیده شد، خنده و مذاقاشون فضای قصر پر کرده بود. هوا رام بعد از مدت زیاده خوش دیدم. با نظرم راننده سابق ما دیوانه او است. تمام گپش قبول میکنه. دست به دست، چشم به چشم. مهمانایتان آمدن یوسف خان. در اتاق جلسه بردمشان. بیا که بره. میگه ده الماری است. کجای الماری؟ ای دختر لیلا شده. لیلا تو اینجا چی میکنی سلطانه؟ یوسف تو درباره این قرارداد چی نظر داری؟ یوسف درباره قرارداد چی فکر میکنی؟ میبخشین من نمیتونم جلسه را ادامه بدم. باید برم. محمد تو متوجه میمانای ما باش.
میمانا را تنها ماندن بد است. هوا را بعد از مدت زیاده خوش دیدم. با نظرم راننده سابق ما دیوانه او است. تمام گپش قبول میکنم. دست به دست، چشم به چشم. خانم پنار اینجا آمدن یوسف خان. بان داخل بیاید. یوسف خان چی گپ است؟ چرا گریه میکنی؟ یوسف خان دیگه چی شوه؟ دیگه چی شوه یوسف خان؟ دقیقه نارام میمانده و ننزم. وقتی رفتین گفتین که مادرم با شما امانت باشه، اما او هوای لوده خانم حمیده را اذیت میکنه. چی گپ شده؟ برام قصه کو. دقیقه سر هر کس امر میکنه، هیچ کس در نظرش نمیایه. درست است که ما و جمیله خدمتکارای این قصر هستیم، صدای خود کشیدن نمیتونیم، اما کارایی که در حق خانم میکنن تحمل کردن نمیتونیم. چی شده؟ چی کردن؟ برام بگو پنار. دیشب در تخت بام دسترخوان هم وار کردن. بعد از او خانم به خاطر گفتنی که کم آرام باشین پیششان رفت. دید که او بی‌ادبا به گپشان اهمیت نمیدن. حالا خدا در اتاق خود حبس کردن، حتی هیچ از اتاقشان بیرون نمیشن. میفهمین اونها دیگه برام چی گفتن؟ صبح برام گفتن که اتاق منوره خالی کنین، بعد از این خالم تو اتاق زندگی میکنم. البته من یک بارا به خانم گفتن نتونستم، فشارشان بالا میره، خدای نخواسته چیزی نشه. چی میشه یوسف خان؟ دوباره بیاین و جلوی کاره اونا را بگیرین لطفا. درست از گپت فهمیدم پنار. تو حالا برو. بچه‌شم میرم. یلماس، یوسف آمد. بیا که داخل بریم. خوب شد که آمدین یوسف خان. وقتی که من پیش شما بودم اونو قیامت اینجا برپا کردن. نمیفهمم از صبح تا حالا چرا اتاق مطالعه رو خالی میکنن. حالیان به طرف اتاق منور رفتن یوسف خان. فشار حمیده خانم بلند رفته. یوسف خان میترسم که خانم چیزی نشه به خدا. بعدا یلماس خان خواسته که همراهشان گپ بزنه، اما اونو گپ رو گوش نکردن. اوف واسه دیگه پنار.
بچیم چیال دارین پدر؟ تو مربان بچیم. مادرت هرچی میگم هیچ گپ ما گوش نمیکنه. ده یک طرف مادره، ده دیگه طرف هوا. یعنی هر لحظه هر دویشان جنگ میکنن. یلماز ده بالاست. باور کن وقت از یلماز خبر شد اخ عصبانی نشده بود. یک قسم معلوم میشه که یک دیگه خود از بین خود بردن. پدر گفتم یلماز ده خانه است یا نه؟ خانه است بچیم، ده بالا است. به نظرم کدام اتاق خالی میکنن. یلماز باید یک روزی دیوارا رنگ شون. وقتی تابلوها را از اینجا میگیری پشتشان خاک داره. خوب از بعد از خالی کردن رنگ میکنیم. درست است. پس تو بازار برو و رنگ بیار تا تمامشان رنگ کنیم. به نظر ما باید یک رنگردوی ما انتخاب کنیم. بعدا یک جا پشت رنگ میریم. صبر کو یوسف، تو در قصه اونا نشو بچیم. جمیله بفرمایین. شما دا اینجا چی میکنین ها؟ تو وظیفه نبودی؟ ها هنوزم با چشمایم دیده برام دروغ بگو. فقط که ندیدی اومدم. خوب است. به خاطر عادتی سوال ازت کردم. اتاق خودت تبدیل میکنیم نمیبینی؟ آمدی بچیم؟ یوسف بچیم. آی باز چی گپ شده؟ شما میخواین چی رو به اثبات برسانین بلیاز خدا؟ این کتابا رو چرا بیرون کشیدین؟ این اتاق چرا خالی میکنین؟ از چی وقت تا حال باید آدم از کار کردن در خانه خود حساب بته؟ از چی وقت به این طرفی خانه از تو شده ها؟ از چی وقت تا حاله؟ با من خانیم نگو. این که در این خانه آمدین بستان نبود؟ که حالا آمده اتاق منور دختر ما خالی میکنین؟ نوکر 40 ساله ما را سر ما بادار ساختین. بیشرمانه میگین منور خانم از اینجا بره تا خانم سلطانه در اتاق بیایه. اینا را ببین. نادیده را خدا روز نده. خالی من خدمتکاری خانه نیست حمیده خانم. به نظرم براتون فامانده نتونستم. تو امرای من هیچ گپ نزن. آرام باشین. اعصاب ما خراب نسازین. اگه اعصابت خراب شود چی میشه؟ ها؟ اگه اعصابت خراب شود چی میشه بگو؟ آدم بی تربیه. ما پدر نداشتم که مرا تربیه بده. از شما هم نمیخوایم یاد بگیرم. ما صاحب این خانه هستم. بعد از هر کس موقف خود بفهمه. با هر کس نظر به موقفش رفتار خواهد شد. یک روزم تو در نصیب ما کده بودی. خواهر مرا نترسان، لطفا دروازه را باز کن. میخوایم امرات گپ بزنم. آی خواهر، اگه باز نمیکنی حداقل گپ خوب بزن که بفهمم که جور هستی. ضعف نکنه باشی. خانم سلطانه، آقا رشید، کسی در داخل بند مانده؟ تو چه قسم یک زن هستی سلطانه ها؟ تو یک گپ بزرگ کسی پنهان میکنه؟ با هر قسم اتفاقات ما مقابل شدیم. چی بلایی که سر ما نامد. تنها همی کار مانده بود که تو امور پورا کردی. قسم میخورم خواهر، ما از این چیزی خبر نداشتم. هوش کنی خود از این گپ بی خبر نندازی. این بار فریب تو رو نمیخورم سلطانه. هوا به اجازه تو حتی نفس هم نمیکشه. نمیفهمم باز چی نقشه دارین. حتی یک نفر دیگرم با خاطر فریبکاریتان استخدام کردین. تو مرا وقت میده که گپ بزنم خواهر. چپ شو. تو هیچ وقتی اصلاح نمیشی سلطانه.
به خدایا هوا ازدواج کرده سلطانه؟ نه که شما هر دو همین از خانم شریفه پنهان کردین؟ من چرا این گپ بزرگ پنهان کنم ها؟ با خدا قسم که ما از این گپ نو خبر شده ما قرشید. اینه به من بده. یک بار به هوا زنگ بزنم بپرسم که چی جریان داره. باز به تو میگم. میگه پنهان شکایت کرده او هم به خاطر که تشویش مادرش داشته آمده گپای ناق زده دیگه نمیفهمم. ایره بیبی یه قدر گفتن نتونسته که از زبان محمد شنیدم و خواستم یک بار با چشم خود ببینم ها. باور کن محمد دیگه نمیفهمم. بیبی ما وظیفه خود بسیار خوب انجام دادم. یوسف برای سرخوش کده روان کردم. یک عشق خدا چه قسم ثابت بسازن مربوط به مهارت خودتان میشه. اما من نمیفهمم که چی کنم محمد. راه خدا گم کردیم هر چی از دست می انجام میدم ولی از آیندهش خبر ندارم. وقتی او ما رو میبینه دیوانه میشه خود از دست میته. نقشی را که ما برای انداختیم نمیفهمم که او میفهمه یا نه. به هر صورت ما بعداً برات زنگ میزنم. درست است. یوسف کجاست؟ ما همراه تو یک جای در جلسه بودم باده. به قصر زنگ زدی؟ فکر کنم از چیز خبر نداری جانم. بیبی تمام فکر اوش شوارت در قصر است. تو میره خوب میفهمی. شاید کدام بهانه پیدا کرده خدا اونجا رسونده. چی فکر میکنی؟ بس است دیگه تو اون بالا این فشار نیار فهمیدی؟ نمیخوایم چیزی بشنوم. پیشرویت سایکو دختر میبخشی فکرم نبود. تو اینجا چی میکنی منور؟ محترم تصادم کرده باده و من خارج ترمیمش مربوط به شرکت میشه به خاطر گفتن نمی آمده بودم. خب بگو محتر تو در کجا تصادم کرده؟ تو صبح وقتی از پیش من و یوسف رفتی نگفتی که به قصر میرم؟ نه که ما و بیادرت فریب داده به دیدن پدرم رفتی؟ و نه خیر باده ما به دیدن هیچ کس نرفتیم. میفهمی من سر تو هیچ باور ندارم به خاطر که همیشه دروغ میگی. بیبی گفتی از پدرم جدا میشی اما خدا میفهمه که همراهش دیگه کجا رفتی. اشتباه میکنی باده. دیروز با هم گپ زدیم حتی تصمیم گرفتیم که جدا میشیم. مطمئن هستی؟ اگه میخوایی به پدرت زنگ بزن ازش بپرس باده. بسیار میخوایم بپرسم اما نمیتونم جانم پدرم ده هواپیماست. گفتی هواپیما؟ تو از این گپ خبر نداری؟ از چی؟ مادرم و پدرم امروز به فرانسه پرواز کردن. اما قرار بود که آخر ما برن. به خاطر که با هم تنها باشن خواستن کمی زودتر برن. پدرم هم گپ معشوقه دوست داشتنیش رد کردن نتونست. بسیار خوش شدم. امیدوار هستم که تداویش به خیر سپری شود. اگه اجازت باشه ما دیگه میرم که کار محترم خلاص کنم. کار محترت خلاص کن باز به قصر برو. چی شده؟ نه که نمیخوایی به قصر بری منور؟ گفتی مادرت تنها مانده نمیتونی نه؟ بله گفتم. خوب است دیگه برو. کارت که خلاص کردی برو. و بیبی که یوسف اونجا هست یا نه؟ اگه بود او را تنها نمان. فهمیدی؟ تو چی میخوایی بادم؟ میخوایی سرم همر کنی؟ به نظرم بهتر است که از امرم سرکشی نکنی. اگه نمیخوای موضوع تو پدرم و یوسف بگویم پس کاری که میگم انجام بده. خب دیگه حال اینا رو ببر جمیله جان. اینقدر کتاب در کجا بانیم هوا؟ ما چی بفهمم ده انبار بان یا در یک جای دیگه بان. در قدر یک قصر بزرگ برای کتابا جایی نیست. برو یک جایی پیدا میشه که بانی. حالا
اینجا بیا. نخرایی دختره بیبی. با خدا اگر راست بگویم سر تو هم عصبانی میشم بچیم. تا اینجا که آمدی حداقل یک کار به خاطرشون میکردی. اگه این قسم خاموش باشین ما را مثل این کتابا از خانه بیرون خود کردن گفته باشم. باندگه حمیده اینقدرم بیروی نخواد باشم. یوسف لطفاً میشه با پدرت بگویی با جای ای که در اینجا فکایی گفته بره پیش بچه خود کمی او را بفهمانه. بچیم اینا سر دل خود کار میکنن. یک بارم روشن گپ نزنیم. آخری کار به کجا خواهد کشید؟ گپ هم رای کسی زده میشه که گپ بفهمه. بانه هر کاری که میخواین انجام بدن. ای ما چی خود کردیم بچیم ها؟ مثل دشمنای 100 ساله پیش روی ما کتراو که یا نگفته چه کار میزنیم. همین جای نشانی باشه ما که اینجا هستیم حال عزت ما بیرون خواهد آمده. چرا این کار کنن؟ چرا نداره دیگه هستن. در داخل خود کسی نیست که نمایششان سیل کنه. نمایششان باید ما ببینیم. فکر میکنن به این شکل ما را فریب میتن. خسته شدیم یولماس. بیا چند دقیقه بشینیم تا دم ما راست شود. بفرمایید. نمایش شروع شد نگفته بودم. هوا را خود میشناسی اما او دیگه بیچاره را مثل خود جور کرده. پنار یک دفعه اینجا بیا. برو برای ما 2 تا قهوه بیار. چی قسم باشه یولماس؟ ساده. یک قهوه ساده یک قهوه شیرین. تو چی میکنی؟ گفتی که جدا شدین. پس چرا اینقدر از فرانسه رفتنش ناراحت شدی؟ هنوز معلوم نیست باده. و این رفتنشان با ما فرق نمیکنه. خوب است. پس اگه همیاله به قصر بری برات بهتر خواهد بود. شاید به تو بهتر باشه. اگه اینقدر به تشویشیستی چرا زنگ نمیزنی؟ یا هم خودت برو. اگه یوسف بیادرم است پس شوهرت تو هم از برو خودت ببین که چی شده. من پیش او دختر احمق نمیرم. اما تو مجبور هستی کاری را که میگم انجام بدی. اگه انجام ندی باز شاید حد زده بتونی که چی قیامتی برپا میشه. برای این قسم تهدید کردن نمیتونی. گفتم که خلاص چرا نمیفهمی؟ چی را میخوای برش بگویی؟ چی را میخوایم بگویم همونطور است؟ ای که شما تا حال با هم رابطه داشتین و در چشم همگی خاک زدین چطور است؟ از کجا معلوم؟ ها؟ از کجا بفهمیم وقتی پدرم پس بیایه باز شما هم دیگر را نبینن ها؟ خوب گوش کن. من میتونم تو را در ظرف 1 لحظه نابود بسازم. و با گفتن ای که سر یلماز بیچاره چه قسم تهمت کردی شروع خواد کردم. متوجه هستی که با گفتن ای گپا زندگی خودم به خطر مواجه میسازی اما تو نیست؟ ایره بیبی هنوزم میخوای از این گپ چشم پوشی کنی؟ منور ما را عصبانی نساز. دست مرا حکا. بیبی منور اگه با گپا این گوش نکنی از این کارت پشیمان میشی. مادرم است. خوب جواب بده دیگه. مادر جان
جهنم هستی دختر. در قصر هستم. هر جایی که هستی زود خانه بیا. چی شده مادر؟ خیریت هست؟ ای که چی شده از مرکت خوبتر میفهمی. بیبی مرا زیاد عصبانی نساز، زود خانه بیا. درست است مادر جان، درست است. شما خدا با تشویش نسازین، حتما میاییم. تباه شدیم یلماس. چرا چی شده؟ مادرم چی میگن؟ شل است که خانه بیا. بسیار عصبانی بود یلماس. فکر کنم قبل از خالیم سند ازدواج پیدا کرده، یعنی باید حالا برم. به نظرم اگه یک جای بریم بهتر است. هر چی میگه بر دوی ما بگویم. میگی یک جایی بریم؟ خب پس درست است، بخیز که بریم. باور کن زیاد اصرار کرد، منتظر ماست. ها پس مادرم از زیاد منتظر نمیمانم. تا جایی که میفهمم اینا امرای اوزن کدام فریبکاری کردن، یا که او شریف خانمام در ای کار امرای اینا شریک است، از این خانواده شکم نیست. ایران میفهمه که یلماز و یوسف برادر هستن خاله؟ نه خیلی بهش نگفتم. اوی خاله او اصلا ده چطور پیدا کرده ها؟ توبه من دیگه چی بفهمم جانم؟ گوش کو چی میگم. با مادرت گفتم که من تازه از که خبر شدم، فکرت باشه. چی؟ چرا؟ اوضاع همه قسم ایجاب کرد دیگه. توبه حالا چی خواد کردیم؟ چرا نگفتین که یکی دیگه خود دوست داشتن؟ باز ما خواستم کمکشان کنم. خب از دهن معمول از همین گپ برآمد دختر. هوش کنی که گپ من رد نکنی، فهمیدی؟ از دهنتان تو برآمده. خوب است شما ما را حمایت نمیکنین، باز توقع دارین ما کمکتان کنیم. امیره میخواین؟ آقا رشی صدا میکن، حالا قطع میکن، بعدن زنگ میزنم. خداحافظ. بیا که بریم یلماس. کلید بته خودم میبرم. این وضعیت بیبی شرم است به خدا. هر کس رفت آمدی اینا را به این خانه ببینن غیبت شروع میکنن. دهن مردم خو خریده نیست که بستیش کنی. میگه ازم حمایت نکردی، کمک نمیکنم. توبه همراهی که گپ میزنن خانم سلطانه؟ همراه هوا دیگه همراه کی گپ بزنم؟ شما هم حتما زیاد متعجب شدین. البته که همه تو رست. بیچاره چی رو ظاهره که ندید، اما بازم جرأتش داشت که همه چیز از نو شروع کنه. به خدا آفرین او دختر. راستش باید همی کارا میکردم تو نیست؟ اونا جوان هستن دیگه، خونشان هنوز بسیار گرم است. نوشته میکنن، پاک میکنن، ویران میکنن، جور میکنن، چون قدرتش دارن. اما ما خود قسم نیستیم. ما دیگه سال خورده شدیم، سن سال ما ایجاب نمیکنه که مثل اونا فکر کنیم. باید کمی سنگینم باشیم. از کارهای که آرامش مردم از بین ببره باید دور باشیم. میرم خواهرم ببینم. یوسف خان، وسایل شما را پایین بیاریم. بیارین پنار بیارین. اما یوسف خان،
خانم هوا میگه که امروز خلاص کنین. اگه خدا بکشیم هم خلاص نمیشه. چرا اینقدر عجله دارن؟ بیازو جابجا شدن دیگه. همین قسم است. بیازو سلطان خواهر از کنارشان جدا نمیشه. اتاق سابقه یلماز جور کردن. درست است پنار، ده همونجا باشن. بیا که با کتابا یک جای خوب پیدا کنیم. اگه خراب شوند ای پس به خدا. بچیم من پیش شما می آمدم که کمی گپ بزنیم. بیا. فکر کرده سرم گنگس میشه اما به خاطر این مشکل راه حل پیدا نمیشه بچیم. چی خود کردیم؟ بالاخره همگی از این گپ خبر میشن. دادگاه مادرت هم هنوز دایر نشده. خانم هوام در خانه جای بجای شده. بیازو از اول چندان رابطه خوب نداشتن. وقتی مردم بشنون باز چی برشان بگوییم؟ نمیتونیم که دان مردم رو بسته کنیم دیگه هم تا برشان دسته پیدا میکنه. مجبور نیستیم با کسی چیزی بگوییم پدر. بیازو همه چیز واضح است. اینا همراه ما بازی میکنن. یلمازم گپ هوا را قبول کرده اینجا آمده. ما چی بگوییم دیگه؟ اگه در بینشون کدام رابطه نباشه واقعا کار احمقانه است. شرم است. اما چرا باید این قسم یک کار کنن بچیم؟ اونا میخواین از ما انتقام بگیرن. از قصد ما ای کار میکنن. هوا بیازو هم ازم ناراحت است. همچنان از مادرم. یلماز همراه خودت مشکل داره. اردویشان دسته یکی کردن. از قدیم گفتن دشمن دوست انسان است.
اما نباید به این اندازه پست می شدن. کار خوبی نمی کنن. به خدا هر چی فکر میکنم هیچ چیز در فکرم نمیآید. اینا در مورد همه چیز فکر کردن و دقیق برنامه ریزی کردن که چی وقت عروسی میکنیم، چی وقت باید به قصر بیاییم. اینا را از قبل برنامه ریزی کرده بودن. یا ای که من همین قسم فکر میکنم ها؟ شما چی فکر میکنین؟ یک چیزو بگوین پدر. بسیار میبخشی سلطانه. مهم نیست. اولاد هستن، من باز میکنم. اما ما بینشون. دختر، شما چی وقت نکاح کردن که با کسی چیزی نگفتین؟ مادرم بسیار عصبانی است. برو خودت بیبی. در کجاست؟ در اتاقش است. آماده شو، نوبت تو هم میرسه. مادر، تو به کدام روی اینجا آمدی؟ من فقط هوا را خواسته بودم. مادر، مرا مادر نگو. اولاد هیچ وقت مادر خدای قسم فریب نمیده. حال فهمیدم که پیشت به اندازه 1 لیرام ارزش ندارم. بازم به گپم گوش ندادی هوا. مادر، ما کار اشتباهی نکردیم. ما با هم عروسی کردیم. هنوزم نمیشرمی و با زبان میاری ها؟ این کار طفلانه نیست که کسی به دل خود انجام بده. تو اولاد مرسی، من تو رو به دنیا آوردیم. من کی هستم؟ چی کار هستم؟ یک نوکری که فقط بزرگت کرده؟ ما هم نمیخواستیم که قسم شوه، اما جرأت نکردیم که برتان بگوییم. به عروسی کردن جرأت داشتین، به گفتنش نه؟ مادر، هر چی بگوین مادر جان، حق دارین. معذرت میخوایم، اما اگه اجازه بدین 2 دقیقه گپ بزنیم همه چیز برتان واضح میشه. زنده باشین. من دست صدا ایتو یک تاریکی گرفتم که تمام وجود من نفرت پر ساخته بود. خسته شدن از زندگی و عقده قلبم از برکت دخترتان دور ساختم. هوا و قدر با همت است که با درمان ساختن درد خود به مام جرأت بخشید. همه چیز قروزا ناگهانی اتفاق افتید. دیگه هیچ راهی نداشته مادر جان. حال ما تا آخر هم سفرم دیگه خود می باشیم. لطفاً ما را درک کنین مادر جان. وای، تو خب بچه فیلم برآمدی. با این کارت برات آفرینی میتم.
یعنی این همه بازی نیست واقعا اونا با هم عروسی کردن؟ هیچ نمیفهمم بچیم. این قسم کار آخه انسان ساده فکر نمیکنه این شاید واقعیت داشته باشه. در مورد گپایتون فکر میکنم اما واقعا هیچ چیز فهمیده نمیتونم. این چه قسم حرص است، چه قسم عقده است که هر دویشان به این تصمیم راضی شدن یوسف و کوشش میکنن با ما ثابت بسازن که تصادفاً هم دیگر دیدن، دوست داشتن، باز عروسی کردن. همه طور کی میفهمه شاید از قبل بچیم. ما برات یه گپ بگویم ای که این موضوع حقیقت است یا دروغ تنها تو فهمیده میتونی. او عشق تو با هوا تجربه کردی، از این خاطر از همگی بیشتر تو را مشناسی. بله هوا را خوب مشناسم پدر. میفهمم که میخواین چی کنن. فقط کوشش میکنم مطمئن شم چون من این کار تحمل کردن نمیتونم. یوسف با چشم عقلت نی بچیم، با چشم قلبت نگاه کن و او به تو حقیقت خود گفت. خواهر بس است. اولادا یک بیعقلی کردن، اما یک بار به چشمای دخترت بیبی قدر مشکلات دید، حتما با این کار خوش است. راستش پیدا کردن تو یک همسر، او را دوست داشتن، با او زندگی کردن بسیار مدکار داره، اما هر کسی جرأت نداره دیگه. با شاید این کار به خوبیشان باشه، چی بفهمیم؟ این کار اونا همت و جرأت نیست، کاملا بی‌ادبی. ساقا رشید بی‌ادبی. اگه انسان وری برای میگفتن باز من خود دشمنشان نبودم که ممانعت میکردم. ما میخوایم که دخترم با لباس عروسی از این خانه بیرون شوه و خوش باشه و یک زندگی خوب داشته باشه، اما هر کار از خود طریقه داره. این کارشان چی معنا میته؟ از خانوادت پنهان عروسی کو. خواهر درست است، بس که دیگه اولادار جگرخون نساز. ما با این وضع تو گپ عروسی را به همگی پخش میکردیم. شما چی مشکلاتی را که ندیدین خانم شریفه؟ کم بود اولادتان از دست بدین. داغ اولاد چقدر سخت است میفهمین. باز هوا دختر ما صحتمند شکر. کدام کار خرابی خو نکردن. کمی بزرگی کنین، شما اونا رو ببخشین که این کارم تمام شود. درست است؟ نه خیر، قدر هم آسان نیست. ما باید حتما همراهشان گپ بزنم. خواهر جان لطفاً زد نکو. خواهر مادر، تو هوا را بسیار دوست داری، همونطور است؟ بله مادر جان. اگه این قسمه است پس من با تو یک شرط دارم جوان. به خاطر که این کارتان رو ببخشم قصر خانجی اغلاها رو همیال ترک میکنین. مادر اما ماما نداره هوا. بیازو وقتی اونا بفهمن که ازدواج کردین با شما را آرام نمیمانن، فهمیدین؟ در ضمن من اجازه نمیتم که دیگه با خانجی اغلوها هیچ گونه ارتباطی داشته باشین. به خاطر که این کارتان فراموش کنم قصر باید هر چه زودتر ترک کنین، اگه نه باز میفهمین. راستی خانم شریفه، این جوان به خاطر درآمد خود اونجا کار میکرد، به خاطر سعادت خودش، و هوا میتونه کار دیگه انجام بده. همونطور نیست؟ اگه در پشت سنگم انتقال بدی روزی به دست آورده میتونی بچه. من در توی توانم میبینم. همونطور نیست؟
بیادر؟ گپ هیچ دراز نکنین و چیزی که براتون گفتم همون کارا میکنین، فهمیدین؟ تشویش نکنین مادر جان. حال خو ازتان اجازه گرفتیم. وقتی به قصر رفتیم در این مورد حتما برشان میگیم. کار خوبی میکنه. به گپایتان اعتماد میکنم. اما هوش کنی که هیچ وقت اعتمادم از بین نبری. در ضمن به خود یگان خانم بپالین. حالا که در قصر نمیمانین باید یک جای بود و باش داشته باشین، همونطور نیست؟ درست است مادر، درست است. یلماز یک کار خوب برای خود پیدا کنه، باز یک چاره خواد کردیم. اگه همه قسم سر دل خود کار انجام بتین باز عاقبتتون همه قسم میشه. بتن دستتونه ببوسم. این کار باید قبلا میکردی، اما به هر صورت مادر درست است. براتون دست دادم، دستم قطع نکنین دیگه. من به اجازت میرم خواهر جان. بخیر بری سلطانه. روز بخیر خانم سلطانه. روز بخیر. خداحافظ مادر جان. خدا را شکری مشکلم رفع شد. خدا را شکر، او هم از برکت یلماز است. اگه تو نمی بودی مادرم قناعت داده نمیتونستم. به خدا تمام واقعیت ها را گفتم. ما در ایران قدم ماندیم. به هم دیگه قوت میبخشیم. با امید خدا تا آخر شام ادامه خواهد دادیم. انشالله. آفرین داماد جان، خواهر ما خوب رازی ساختی. همراه تو بدون اسلحه هم به جنگ رفته میشه. باید بگویم بدون شما هم به جنگ رفتن نمیشه. اما ما بسیار جگرخون شدم به خاطر که به مادر دروغ گفتیم. هیچ خوب نشد. امکان نداره که پنهان کنیم. بالاخره خواهد فهمید که ما موضوع مو خانواده هستم. کاش که از امیاله برش میگفتم. در این مورد دیگه باید خالی فکر کنه یلماز. اما قسمی که امروز خدا نجات داد به این مشکلم باید یک راه حل پیدا کنه. خاله به چشمای ما دیده ما را فروختی ها؟ ای که چرا نمیفهمم. پنار، من دیشب برای چی گفتم؟ نگفتم از همه چیز باید مرا با خبر بسازی؟ چرا برایم زنگ نزدی؟ به خدا خانم باده، گفتم شما حامله هستین جگر خون نشین. لازم نیست تو در این مورد فکر کنی. خب از دیروز تا حالا چی کردن؟ چی کنن دیگه؟ تمام قصر سر و زیر کردن، هر اتاقی را که میخواین خالی میکنن. توبه توبه. خب کجا رو برای جای به جای شدن انتخاب کردن؟ اتاق کاره. چی میگی پنار؟ اونا چقدر احمق هستن. اونجا قرار بود اتاق طفل ما شود پنار. به هر صورت تلفن به یوسف بده. درست است بچه‌شم. یوسف خان میبخشین که مزاحم شدم، خانم باده زنگ زدن. بله. یوسف کجاستی؟ هستی روز تو حال زنگ بزنم چرا جواب نمیدی؟ بادا از مادرم مراقبت میکنم. به از او ازش هیچ خوب نیست.
اگه برایم خبر میدادی خوب میشد. شاید ما قدر به تشویشت نمیشدم. فکرم نبود بادم ازرات میخوایم. اگه میخوای همراه مادرت گپ بزن. میتونن در خانه ما زندگی کنن. بیاز و پدرمشون خانه نیستن. قرار بود اونا برن نه؟ بله امروز صبح رفتن. بادا میفهمی که مادرم گفت هر چی شوم از اینجا نمیرم. درست است یوسف. شب باز میبینیم. درست است. خدا لعنتش کنه. یوسف در قصر سمت نیست؟ بادا من خبرت گفته بودم بیبی امشب منتظرش نباش. فکر نکنم بیایه. کافیز محمد بس است دیگر. با جیگر خون ساختن من چی به دست بیاری؟ نمیبینی که چقدر ناراحت هستم؟ بسیار معذرت میخوایم. من خبرت حقیقتا میگم. هدف بده ندارم. نوشابه را آماده کردیم یوسف خان. میام براتون بیارم. در نوشیدنی کم یخ بنداز جمیله. درست است. بیادر بیا خواهر جان. سبزش درست است یا مقبول است یا بد نیست. بیشتر با اتاقتان رفتم نبودین. همراه پدرم گپ میزنم. ما به ازو این چیزا را نمیفهمم هوا. پس باشین و میبینیم که چطور است. شایدی خوش ما بیایه. چطور تحمل میکنین بیادر؟ اگه من میبودم میخیستم و میرفتم یا چی بفهمم؟ با اونا حتما یک چیزی میگفتم. یک دفعه اینا رو ببین. اشته خوب. زنده باشی جمیله. این چطور است؟ بچه شما امسال کرده سرم تهمت کرد. حالا قسم رفتار میکنه که هیچ چیزی نشده باشه. انسان که حیا داشته باشه اما اینه. درست است. قصهش نباش. خدا جگر خون نساز. بخیز که داخل بریم. بیادر شما واقعا هوا را فراموش کردین؟ یعنی دیگه هیچ وقت درباره‌اش فکر نمی‌کنین؟ خواهر اگه اونا واقعا هم دیگه خدا دوست می‌داشتن از این خانه بیرونشان میکردن. اما اینا بازی میکنن خواهر. بازی. تو مطمئن هستی بیادر؟ اما من این قسم فکر نمی‌کنم. بسیار با هم صمیمی معلوم میشن. کوشش میکنن همون قسم معلوم شون. اما نمیتونن. هر کس خانه ساخته میتونن منور. اما مرا خانه ساخته نمیتونن. ما هوا را بسیار دوست داشتم و مرا بسیار دوست داشت. او به طرف چشمایم سیل میکرد. بسیار عمیق طرف چشمایم میدید. اما طرف یلماز حتی سیلم نمیکنه. نگاهش دروغی است. مرا فریب دادن نمیتونن خواهر جان.
میبخش میاد. تو خوب هستی؟ خفه معلوم میشی. چیزی نیست. یلماس میشه خودت بازار بری و رنگاره بیاری؟ تو به چیز ضرورت نداری؟ نه، زنده باشی. درست است. باز وقتی که اومدیم گپ میزنیم. درست است. وقتی یوسف در قصر است چرا برایم خبر نمیتی؟ ماما میال دیدمش باده. خوب است. حال چی میکنن؟ چی کنه؟ ده تقبام شیشته. همراهی کی؟ همراه هوا خونه ششته؟ نه باده، تشویش نکن. نزدیک یک دیگه نمیشینن. گوش کن منور، به ما دروغ نگویی. اگه باور نداری بیا خودت ببین. من نمیفهمم که منظورت از دیگه پوچی از باده. درست است، زیاد گپ نزن و از پیش بیادرت هم دور نشو. تو موبایل قطع کن که من پیشش برم. همراه منور گپ میزدی؟ آی باده، تو هم از کیا کمک میخوایی؟ برات چای زعفران دم کردم. اگه بنوشی کمی راحت میشی. من حال به قصر میرم و از خبرهای جدید تو را با خبر میسازم. چی گپ است؟ کل گپ ها را من برات نمیگم. از همه که خبرهای دقیق تر من برات نمیتم. اچی روزایی که سری دختر نامد، اما بازم به خاطر آغاز جدید امید خود از دست نمیده. آفرین به دختر. راستش انسان باید همین قسم باشه. آیسا دختر ترساندیم. ما در بالا با چی مشکلات مبارزه میکنیم؟ شما خودت در اینجا حبس کردین. آفرین خاله. چی شده؟ خسته شدم. دراز کشتیم. تو چه مشکل داری بگو. خاله هل از امکان داره یوسف از اینجا دوباره بره. چرا؟ به خاطری که باور کرده نمیتونه. توبه به قسم خونه همیشه طرفت سر کنه به گپایت باور کنه. از همه اولتر غیرت مردانگیش برش اجازه نمیده. وقتی امرای منور گپ میزد شنیدم. او خبر نداشت که من اونجا هستم. تشویش نکن. حالا برم دانه دانه بگو که اونا چی میگفتن. امرای منور در تخبام نشسته بود و گپ میزدن. منور برش گفت که به نظر ما او امرای یلماس بسیار صمیمی است. تو چطوری را تحمل کرده میتونی؟ یوسف گفت من این قسم فکر نمی کنم. اونا نقش بازی میکنن. تمامش دروغ است. من هوا را میشناسم. گفت هوا به چشمای مسل کرده میتونه، اما به چشمای یلماس دیده نمیتونه. حتی طرفش سیلم نمیکنه. من بدون چشمای او به چشمای کس دیگه دیده نمیتونم. به چشمای یلماسم دیده نمیتونم. یعنی چی خود شد؟ اگه دروغ میگم باز بگو دروغ میگی. هر کس که باشه به یک قسم عشق یک بارگی تو هیچ باور نمیکنه. تا دیروز او رو نمیشناختی، حالا میگی که شوهرم است. وقتی او بیادر یوسف باشه خواهش قابل باور نیست. چی کرد؟ ها؟ خانه را ترک کرد. همه تحمل کرده نتانست دوباره به قصر آمد. حرکات و گفتارات را دید و فهمید که این همه یک بازی است. چرا یک قسم فکر کرد؟ به خاطر که گفته اگه حقیقت باشه هر لحظه پیش من محبت خود اظهار نمی کنن.
حالا اگه شما هر کاری را انجام بدین با او بازی معلوم میشه. میگین حالا چی کنیم خاله جان؟ لباسای خودت جمع کن، همراه شوهرت به ماه عسل برین. چی؟ اما یوسف چطور از پشت ما خط آمد؟ قسمی که از تشویش تو دوباره به قصر آمد. باز ما نفتمون بری ایراد نمیکنه، راحت باش. پنار، یوسف کجاست دخترم؟ آمدم مادر، آمدم. بیا بچیم بیا. یوسف هوا بسیار تاریک شده، خانمتان منتظرت است ها؟ بی پدرشم نیست. درست است، شما تشویش نکنین میرم. گفتم با هم غذا بخورین. میفهمم فکرت از اینجا دور نمیشه، حق به جانب استی. ای بیادبا کی از اینجا بیرون میشن؟ به هر صورت حال یک دو لقمه غذا بخو باز برو. بی از او حال کاکایتم خات آمد. چی گپ است؟ چرا متعجب شدین؟ نه که منتظر هستین به غذا دعوتتان کنم. نوش جانتان حمیده خانم، میز ما در تخبام است. خوب است. برنامه ماه عسل خود جور کردیم، اما هتل انتخاب نکردیم یلماس. در موردش فکر میکنیم. میگن آزمودن خطاست. مثل که هیچ چیز نشده باشه. هر دوی 6 تا غذا میخورن. 10 سال میخواین به میره بگوین که تو حتی دروازه‌بان قصرم شده نمیتونی. لطفا در قصهشان نباش، جدی نگی. شکر کن که مثل اونا نیستی. تشویش نکن. به هر صورت تو گفتی کدام نقشه داری؟ بله اما تو رس، تو تشویش نکن. خالیم هتلم انتخاب میکنه و ما اصل ما درست است. بچی چی میشه که در شکم گشنه ایران نوشی ها؟ بیا حالا یک دو لقمه غذا بخور، زود باش، بعد باز پیش خانمت برو. یوسف امشب هم اینجا می باشه خانم کاکا. به کدام مناسبت؟ کارهای دیشب از یادمون نرفته. پدرم در یک طرف، ما در دیگه طرف. شما و هوا خب بیاز آب و آتش هستین. خدا میفهمه که باز چی خواد شد. دروغ میگم پدر. محمد حق با جانب از خانم بیادر. دیشب فشارتان کنترل کردن نتانستیم. بسیار ترسیده بودیم که شما را چیز نشه. هر کس که باشه قار میشه حسن. من اینا را هرگز اجازه نمیتونم که در اینجا باشم. به هر صورت یوسف امشب هم اینجا می باشه. بعد خانم بیادرم هم چیز نخواد گفت. راست میگه، من با تشویش شما هستم نمیرم. با گوشای خود شنیدی بچی که درباره ماه عسل گپ میزدن؟ بان که برن، باز بعد از او یک راه حل پیدا میکنیم. ماه عسل میرن. میبخشین. در خانه هستی؟
در خانه هستم اما خبرهای بد دارم. چطور؟ امشب شوهرت اینجا می باشه. به خاطر که مادر خودت تنها ایلا کردن نمیتونه. میبینی مادره که 18 قصه بچهش نیست اما بچه شور تنها نمیمونه. فهمیدم. خدا لعنتت کنه. با زندگی من بازی میکنی. نوش جانتان. بیا که یک جایی بخوریم. بشی. خیرت است؟ شنیدم که با مایه اصل میرین. وقتی که یوسف اینجاست پس شما کجا میرین؟ درست شنیدی. دفعتا تصمیم گرفتیم. این کارم جز نقشه است. باور نمیکنه به خاطری که من نمیشناسه. به همین خاطر ما و یلماس خواستیم یک جای دور بریم تا کمی تشویش کنه، رنج ببینه. یعنی فردا از اینجا خاط رفتیم. گپ خوب است. محمد، قسمی که یوسف در قصر از پشت ما آوردی در محصلم از پشت ما میاری، اما تو نیست. این کار آسان است. باید گپ ما میایه. تشویش نکنه. دازم میبخشی بیادر، اما در دلم یک شک پیدا شد. در کمک اولتام شک داشتم اما به خاطر هوا چیزی نمیگم. اما این کار روز به روز جنجالی شده میره. ای که فایده تو در این کار چی است؟ من هیچ نفهمیدم. تو هم یک خانجی اغلو هستی و دیگه ای که بیادر یوسف هستی. بیبی تو خانجی اغلو بودن نو فهمیدی. تو هم بسیار خوش داری که جزء از خانواده خانجی اغلو باشی. ما ای تخلص از روز تولد به ایسو حمل میکنم، اما ما و تو فرق نداریم. به نظر ما جنگ و هدف ما و تو یک چیز است. یلماس خان به همی خاطر از یوسف کده با تو زیادتر هستم. بچه کاکا با گذشت زمان معلوم خواهد شد. باز میبینیم. راست میگفتن. او 2 نفر فردا و مای اصل میرن. حتما از بیرو بارک قصر خسته شدن. بی از ما اونا را به قصر دعوت نکرده بودیم. خودشان به قصر ما آمدن. بانین هر جایی که میخواین برن گم شون. انشالله که رفتنشان شوه، آمدنشان نی. کاکایم کجاست؟ اشتها نداشت، گفت میرم استراحت میکنم. نوش جان شما. بچیم غذای تو خو میخوردی. آی میبینی حسن در این خانه به هیچ کس آرامش نماندن. انشالله که پیش خانم خود بره. سر زیاد فشار نیارین خانم کاکا. کلان آدم است. مداخله نکنین. تو هم در کارای من مداخله نکن. بس است دیگه. این قسم سعی نکن، خانم بیادر راست میگه. به نظر من اول باید از سقف شروع کنیم. چطور؟
درست است، باید اول روزنامه پیدا کنیم، باز گپ میزنیم. راست گفتی. تو همینجا باش، من میرم بیارم. این دیگه چی است؟ چی است؟ با ازدواج دروغی خود حالا با مایا سلام میرین؟ شما خدا فریب میتین، بیشرم از حد گذشتین. تو را چی؟ ها؟ باید ما اثر رفتن خودم از تو بپرسم؟ از تو باید اجازه بگیرم؟ ها؟ تو پیش خانم خود برو. اینجا چی گپ است؟ از بچهت بپرس. یوسف، حوصله جواب دادن ندارم. هنوزم سرم دور میخوره، از یاد درد میکنه. اگه خوب نمیشدی دکتر تو را مرخص نمیکرد. همین که تو به دیدن ما آمدی برم تمام چیز بود شریفه جان. تو دوایی مزدی. هوا کجاست؟ پیداش کرده تانستین؟ چی گپ است؟ چیزی شده خانم؟ پیدایش کردیم، کدام گپ نیست. هوا بدونی که به ما خبر بده عروسی کرده. چی میکنی؟ تمام جای کثیف ساختی، متوجه خود باش. فرق نمیکنه خانم شریفه، هیجان زده شده بیچاره. گفتی عروسی کرده؟ ابرای کی؟ چی وقت؟ در کجا؟ به نام یلماز یک جوان است، همراهی او عروسی کرده. همو کسی که همیشه همراهش بود همو را میگی؟ ها، همراه همو جوان عروسی کرده. معلوم دار بود او بچه پروانه وارد اطراف دخترم میچرخید. خوب است، اما چرا پیش ما خواستگاری نامدن؟ چرا یک قسم بخبر عروسی کردن ها؟ کارای دخترت است دیگه. حتما از خبر دادن به ما شرمیدن. گرچه او بچه یک بچه خوب و با ادب است، اما این کارشانه هیچ وقت بخشیده نمیتونم. میبینی شریفه خانم، دختر ما میخواست به صفت عروس خانجی اغلا دو خانه بره، اما در قسمتش عروسی با راننده اونا بود. بلا در پس خانجی اغلاها و بلا در پس قصرشان. بیازو من همراه او بچه گپ زدم، گفتم که هرچه زودتر از خانه او بیرحما بیرون شون. خب خیاش نمام دو خانه نیست، او حتما قدر دختر دو خانه میدانه. گفت منم میفهمم، اما حتما هم دست اوناست. چرا یک قسم گفتین خانم شریفه؟ وقتی ما از خانم سلطانه پرسیدم گفت ما هم نمیفهمم. رشید بیادر، تو را نمیشناسی، هیچ گناهت نیست. قسم خیاش نره خداوند به دشمن آدمم نته. او زن حتی شیطانم دست داده به خدا. تو چی قسم گپ میزنی رمزی؟ های آقا رشید چی فکر خواد کردن؟ استغفر الله خانم شریفه. پس ما واقعا حتی هنوز خانم سلطانه رو نشناخته بودم به خدا. بزرگترین اتاق باشه، دایره شاهی. درست است، همو درست است. فردا تا بعد از ظهر میرسن. زنده باشین. شب بخیر. چی کردین؟ به هتل زنگ زدین؟ او هم به بهترین هتل. کجاست؟ دور است؟ نه دختر، از هتلای نزدیکی بالای سر است. بهترین هتل گپ زدم.
مکان بسیار زیبا داره، بر تفریح بسیار خوب است. بالاخره خانجی اغلو هستیم. شما برین لذت ببرین و اینا مصرفتان هم میپردازن به صفت تحفه عروسی. شما چی کردین خاله؟ تو چی شده دختر؟ درای زینه یوسف دیدم. خب گفت با این عروسی دروغین خود میخواین به ما سلام برین. ازم سوال کرد. وای وای وای، حتما خوب سر خانسب تاثیر کرده ها؟ آی همینجا جای نشانی باشه دخترم. باز میبینی که چطور از پشتت خواهد آمد. یعنی کار خواد کرد؟ دختر تا هنوز کدام گپ ما غلط برآمده؟ درست است. من میرم که الماس منتظرم است. هوا ها وقتی در مقابلت استاد میشه و طرفت سل میکنه او وقت چی احساس میکنی؟ کاملا دست و پایم میلرزه. تپش قلبم زیاد میشه. نگاهش قسمی است که تمام تنم میسوزه. بسیار نارام میشم اما تحمل میکنم. اما تحمل میکنم خاله. حال دلم برش نمیسوزه چون کارش فراموش کرده نمیتونم. شما چری سوال از ما پرسان کردین؟ خیرت هست؟ هیچ. زود باش پشاورت برو حالا. عشق در اول بسیار زیبا به نظر میرسه اما بدن انسان میسوزانه. انسان آتش میزنه. عشق عقل بیگانه میسازه. منطقه نمیشناسه. هیچ چیز نمیخواه. آله باید ای درده به تنهایی تحمل کنم. اگه بپرسین که دوستش داری میگم دوستش دارم. هنوزم دیوانوار دوستش دارم. بر صورت بدگه میرم. ای کارای اینا رو بیبی اگر رنگ مالا بخواین در 1 ساعت خلاص میکنه. اما نه، هدف اینا دیگه چیز است. میخواین یوسف از خانه بیرون نشه. میخواین همیشه بالای سر اونا باشه. مادر تشویش نکنین، باز فشارتان بلند میره. البته که بلند میره دخترم. چطور بلند ای میره؟ بچه را بیبی خدا خانجی اغلو هم میگه در دستش برس است و خانه را رنگ میکنه. همراه اینا چه قسم زندگی خواد کردیم هیچ نمیفهمم. شما به غیر از ما دیگه کدام موضوعی ندارین؟ به کار خود برسین. دیوانه ما کردن. زبان اعضای قصر بسیار دراز شده. برشان اهمیت نده. جگر خونم نباش.
چی وقت میایی یوسف؟ تو استراحت کن، منتظر من باش.